اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما. تسلیت شهادت حضرت امیرالمومنین و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران. یکی از دغدغه‌های اصلی ما در شب‌های قدر و در غیر شب قدر اینه که چطور باید دعا کنیم. چرا بعضی از دعاهایی که میکنیم نمیگیره؟ که بخش قابل توجهی از این مسئله به خاطر ندانستن است. اینه کسی که نمیدونه چجوری باید مثلا از یه تلفن کارتی استفاده کنه و زنگ بزنه. به جای کارت تلفن کارت آبربانک کرده گذاشته توی تلفن. 100 میلیون هم پول توی کارت آبربانکش هست، اما خب طبعا تلفنی زده نمیشه. خیلی وقتا مشکل از این جنسه و ما هم ظاهرا دوست نداریم بدونیم خدا از ما خواسته چطور دعا کنیم. دوست داریم اینطوری که خودمون دوست داریم ارتباط بگیریم که این نتیجه بخش نیست. شما نمیتونی به جای کارت تلفن آبربانک بزنی تو تلفن و از وزیر مخابرات گرفته تا پایین فوش بدی که چرا ارتباط برقرار نمیشه. این منطقی و معقول نیست. دعا فلسفه های زیادی براش نقل کردن که من 2 شب راجع به این صحبت خواهم کرد، یعنی جلسه دوم ادامه همین جلسه اولی که میشه احیای 23. و امشب تا جایی که بتونیم بحث رو پیش میبریم و امشب هم یه خورده بحث ما در واقع دیر شروع کردیم، باید یه نیم ساعتی زودتر شروع بکنیم تا زودتر حالا احیای 23 این کارو خواهیم کرد. خدمت شما عرض بشم که یکی از فلسفه هاش که مهمترین از نظر بنده است اینه که اصلی ترین اتفاق در دعا ارتباط دائم با خداوند. یعنی اصلا خدا این سازوکار دعا رو گذاشته که من رو بخوانی تا اجابت کنم شما را. این استجب لکم مستلزم ادعونی اون طرفه، یعنی یه دعایی بعد از من مورد خواهش شما قرار بگیرم. چرا؟ هدف چیه؟ خداوند متعال میخواد ما دائم درگیر خودش باشیم. اصلا یه مؤمن صبح تا شب درگیر خداست، همش یاد خداست. این که میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب نیست که مثلا شما بگی الله 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 خب دلم آروم شد. یاد خدا. کسی که دائم یاد خداست، کسی که هر لحظه خدا جلو چششه، کسی که تو تمام اتفاقات لا مؤثر فی الوجود الا الله میبینه، هیچ کسی در هستی تأثیری نداره جز خدا، این آدم اصلا هیچ وقت غمگین نمیشه. اگه روزی دیدید افسردگی تو دلتون اومده، اگه روزی دیدید افسرده شدید، بدونید ایمانتون مشکل پیدا کرد. ببینید ایمانتون منفذ داره. مؤمن که افسردگی نمیگیره. کسی که به خدا وصله، به منبع هستی، به منشأ هستی، به قادرترین، عالمترین، مهربانترین، دلسوزترین وصله، خب چرا باید نگران باشه؟ کسی که توکل به خدا داره، خودشو پرت کرده تو بغل خدا، رفته پناهنده سیاسی شده تو سفارت خونه خدا، از چی باید نگران باشه؟ کسی که یه تابعیت بیشتر هم نداره، هم تابعیت خداست، چرا باید نگران باشه؟ میدونی یه نفری هست از همه عالمتر، از همه قادرتر، از همه مهربانتر و رؤوفتر و دلسوزتره. یک نفری هست که بخیل نیست، میخوادش، چرا باید نگران بشه؟ تمام این اضطراب هایی که امروز تو دنیا هست، تمام این دلنگرانی، تمام این حرص و طمعی که هست، همش به خاطر اینه که مردم باور ندارن، یا قبول ندارن، یا الکی اسمن میگن باور ندارن که خدایی هست. یکی از جاهایی که شیطان ما رو شدیداً مورد وسوسه قرار میده تو روایتامون هم هست، تأخیر در استجابت دعا. دعا میکنیم دیر مستجاب میشه، شیطان ما رو مایوس میکنه. ائمه اطهار علیهم السلام خیلی به این نکته توجه دادن ما رو که مایوس نشید. اینکه دعاتون برآورده نمیشه، بعضی موقع بد عمل کردید، اشتباه عمل کردید، کارت همون تلفن زدن است. مقصر خودت، تقصیر از خودت، مقصر خودتی. اینو با درستش کن. ما این شب میخوایم ببینیم مثلا چه اتفاقی میفته. ببینید، یا دلایل دیگری داره. اصلا بعضی موقع این تأخیر در استجابت دعا عاشقانه است. خدا خیلی عاشقت شده اینجوری داره میکنه. روایت داریم امیرالمومنین میفرماد دیر اجابت نمودن خدا تو را ناامید نکند که همانا بخشش
بسته به مقدار درخواست است و چه بسا در اجابت دعای تو تأخیر رخ دهد تا درخواست تو طولانی تر گردد و بخشش او کامل تر شود. تا یه همون اول بیا خدا اینو بده، خب خدا بده، بی خیال کاری نداری با خدا. میخواد بیشتر بری در خونش. نه چند جا گفتم، یه دوستی داشتیم زمان دانشجویی، این یکی از این خانوما بود، وقتی مثلا یه نامه‌ای رو تایپ بکنه این خانوما می آورد، خیلی از این ایراد میگرفت. هم گفت اینجاش غلطه، برو دوباره بیار. خب ما هم زبل رو هوا زدیم. بهش گفتم تو فکر کنم قصد ازدواج داری یا؟ بعد گفت نه مثل خواهرمون و فلان، با همون خواهر ازدواج کرد. الله ما هم کاری نداریم. خب نکتهش سر چی بود؟ از کجا فهمیدم؟ اصلا گیرای بی خودش. اگه یه بار میگفت برو اینو درست کن وردا بیار، کمتر میدیدش. میخواست بیشتر ببینش. متوجه چی میگم؟ درخواست تو طولانی تر گره، بخشش او کامل تر میشه. چه بسا چیزی را خواسته ای و تو را نداده و بهتر از آن را در این دنیا یا آن دنیا داده و یا بهتر آن بوده که آن را از تو باز دارد. چه بسا چیزی را طلب نمودی که اگر به تو میداد تباهی دین و دنیای خود را در آن میدیدی. حالا اینا رو باز میکنیم ما، این بخش این روایت بعد حالا امشب یا فردا شب راجعش بحث بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماد وقتی مؤمن دعا میکند خداوند به ملائکه میفرماید دعایش رو مستجاب نمودم. به محض اینکه خواست. یعنی استجابت قطعی است. حالا یکی از بحثاست، مگه میشه ارحم الراحمین چیز ازش بخوایم نده؟ یعنی با این نگاه باید بری در خونش، قطعاً که به من میده اینو. حالا چه شکلی چه جوریش بشینیم بحث بکنیم. ولی آن را نگه دارید و عطا نکنید که من دوست دارم صدای این بنده مؤمنم را بشنوم. بعد امام صادق میفهم بنده هم هست. اولی فهمید بنده مؤمنی دعا میکنه، دومی فهمید بنده ای هست، مؤمن دیگه نیست. بنده ای هم هست که دعا میکنه و خداوند میفهمه زود حاجتش را بدهید که آوازش را دوست ندارم. مثلا میخوام صداشو بشنوم. بیا بگی تو رو خدا برو ولمون کن. دیدید ما خودمونم به بعضیا سر کله میزنیم. بیا تو رو خدا بیا بگی با پدر ما رو در آوردی، برو قیافتو نبینم. نه همین جوری. علت از کجاست؟ پس همون بحث اولم من برگردم. این که اصل دعا اینه که ما دائم با خدا در ارتباط باشیم. کوچیک بزرگ زندگیمون از خدا بخوام. مثلا کنار خیابون وایسادی، خدا یه ماشین زودتر برس. دعاست. تو مهمترین مسائل زندگی، تو بحثی بسیار بسیار مهمتر که در مورد سعادت ماست، سعادت اخروی ماست، همه رو باید از خدا خواست. و تمام اینها رو هم خداوند متعال مستجاب می‌فرماد، منتها به شکل‌های گوناگون که حالا عرض می‌کنم. ما چرا وقتی دعایی از خدا می‌کنیم چه اتفاقی داره میفته؟ ما یه مشکلی برمی‌خوریم. خیلی دقیق باشید این اصلا به درد کل زندگیتون می‌خوره. زندگیمون می‌خوره. من اینو اول برای خودم دارم میگم بعد برای شما. ما اول به یه مشکلی برمی‌خوریم. یعنی چی؟ برداشت ما این مشکله. اول تو همینش حرفه. اسا ان تکرهوا شیئا و هو، چه بسا تو یه چیزی رو مشکل میدونی اصلا همون مشکل نیست، اشتباه داری فکر میکنی. مثل تب واکسنی که به بچه میزنن. این تب کردنه رو شاید تو بدی داری میبینی، اما اصلا یک عده آمدانه میرن این تب رو به جان میخرن. یعنی عمدن میرن بچه‌شون رو واکسن میزنن 2 روزم تب کنه، چون میدونن این مشکل نیست، چون داشتش اینقدر زیاده که اصلا این دیگه محل توجه نداره. مثال دیگه بزنم، الان بخوام من شما یه کار بکشم بگم باشه برو سر کوچه نون بگی ورده بیار، 1000 تا قرقر میکنیم. قرقر میکنه بر مامانت بابات، میگه اون یکی رو بفرست اون یکی رو بفرست. ها چرا داداشم نره؟ چرا حالا هر روز من دارم میرم نون میگیرم فلان. حالا آدمی داریم هر روز بلند میشه میره باشگاه، پدر خودش هم در میاره، 20 برابر اون تا نونوایی رفتنم به خودش فشار عضلانی میاره، خسته میشه دیگه. این مثلا داره بیگاری میکنه؟ نه، میگه دارم میرم ورزش میکنم حالم میکنه. چرا؟ چون این آگاه به یه نتیجه. ما چون اونو نمیدونیم همون اول یه چیز رو مشکل میبینیم. یک مشکلی داریم، 2 میایم میگیم خب خدای مشکل برطرف کن دیگه. اولا بریم در خونه خدا، سراغ کسی دیگه بگید نریم. این کلی حالا داستانه. ما گفتیم در جمع مؤمنین داریم صحبت میکنیم، صاف بریم در خونه خدا. بعد میگیم خدایا اینو این شکلی برای ما برطرفش کن.
دقت کردی؟ یعنی قشنگ برای خدا مشخص میکنیم خب خدایا من الان بدهی دارم، مثلا این پولی که گذاشتم تو بانک من برنده بشم. یعنی تعیین میکنه که این شکلی برطرف. یا خدا از فلانی طلب دارم، طلبش زودتر بیاد بده. یا این چکی که مثلا پاس نمیشده پاس بشه من به پولم. یعنی مشخص میکنی. چون مشخص میکنی به شما بگم یکی از جاهایی که اصلا دعای ما برآورده نمیشه همین مشخص کردن است. آقا این سنت الهی، سنت الهی از در آن است که تدبیر من و شما رو بزنه زمین، که به ما بفهمونه ما کاری نیستیم. اینو بدونیم. آیه قرآن و من یتق الله، هر کس تقوای الهی پیشه کرد. یعنی چی تقوای الهی پیشه کرد؟ یعنی که یه کاری پیش اومده که میتونسته تقوا پیشه نکنه، گیر کرد سریع رفت رشوه داد، گیر کرد سریع رفت پول نزول کرد، گیر کرد سریع به هزار گناه افتاد، گیر کرد دزدی کرد. ما تو حالت عادی که این کارا نمیکنیم، دروغ نمیگیم، بچه خیلی مثبتی هم هستیم، تا کارمون به مشکل میخوره یهویی سرزرد میشیم یه مجرم بالفطره انگار. جایی که گیر میکنیم و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی محل خروج براش قرار میده. یعنی قبلش تو تنگنا بوده که خدا میفرماد اسمش میذاریم محل خروج. و یرزقه، حالا بهش رزق میرسونیم، یا معنوی یا مادی یا هر جوری که هست، بسته به اون مشکلی ده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که نمیتونه حساب کنه برش میرسونه. چرا؟ چون او متوهمه، توهم زده، فکر کرده کاره یه دونه هستی. این باید بفهمه لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر خودمون مثل آدم فهمیدیم، خدا هیچ اصراری نداره اینو ما بفهمونه. تمام مشکلات برای یه مؤمن از اونجا پدید میاد که توهم میزنه کسیه. آقا هیچکی نیستیم. اصلی ترین مانع اجابت دعاها همین بخش، 90% همینه که ما فکر میکنیم کسیم جلو خدا. من گفتم بابا ما هیچی نیستیم. اگه حال خوشی به ما دست داده، اگه امشب بلند شدیم اومدیم شب احیای اینجا، به پیر به پیغمبر از خودمون نیست، توفیق هم دست اوست. خدا توفیق داده ما پاشیم بیایم. اگه توفیق نده به پیر به پیغمبر به ثانیه‌ای بنده جلو کارتو گرفتن. کمان که دیدی به یک لحظه است. به جای اینکه بیای اینجا میری یه جا دیگه. هستن آدمایی که همین الان اینجور جاها نیستن و یه زمانی بودن یه زمانی بودن. این توهم از ما باید خارج بشه. بابا ما هیچ کاره این تو این هستی. هر بدی هست که از سمت ماه، هر خوبی هم هست که باز خودش بهمون اجازه داده خوبی انجام بدیم. توفیق از آن اوست، او به ما داده. شنیدید میگن دعوت شدید اومدید؟ یعنی عین واقعیته. ما دچار توهم میشیم که من رفتم، من این کارو انجام دادم، من اینطوری کردم، من اونطوری کردم. این منه رو خدا میخواد بشکنه. بابا این منه شیطونه، این من مانع بندگی. انا لله و انا الیه راجعون. ما از اول مال خودش بودیم، اومدیم تو این دنیا یه خورده درگیر این گل و جسم و جرم و جنس و اینا شدیم. حالا دوباره اینا رو باید بذاریم کنار، سختم است. دوباره به او برگرد نگاه کن، بعد میگیم عجب خالق مهربونی، عجب خالق عالمی، عجب خالق قادری. مگه میشه یه نفر خالقش اینجوری ببینه به فعل خدا راضی نباشه؟ بعد اون موقع راضی میشیم. وقتی راضی شدیم به اون میگه برگرد، ارجع الی ربک راضیة مرضیة. آباریکالله، تا حالا یه نفس مطمئن به من هستی. یا ایتها النفس المطمئنه. آفرین، حالا من اطمینان داری. آقا جون همه مشکلات ما اینه، ما به خدا اطمینان نداریم. میگیم تو کار بلد نیستی، بسپر به خودمون. خدا مشکل من اینجوری حل میشه، تو که بلد نیستی، تو که سر در نمیاری. این با حل شه. اگه خودمون مثل آدم فهمیدیم فبها، نفهمیدیم میفهموند ما. برای همینه که من و شما وقتی تدبیر میکنیم، میخوایم یه کاری انجام بدیم، خیلی وقتا اون تدبیر ما شکست میخوره. برای اینکه ما بفهمونه تو کاری نیستی بابا، یکی دیگه است. همش همینه. امیرالمومنین پرسید آقا خدا رو چطور شناختی؟ اصلا فرمود به این که هر بار خواستم، خیلی وقتا خواستم کاری انجام بدم، تمام سعی که انجام دادم، تمام برنامه‌ریزی کردم، نشد. خیلی وقتا برنامه‌ریزی کردم یه کاری نشه، شد. ما علممون اندازه خداست، قدرتمون اندازه خداست. چرا اینجوری انقدر مدعیم؟ همین معنی باید بشکن. دعا
فلسفه اصلی دو اینه که بابا تو هی رجوع کن به یه نفر، تو همین رجوع به خودت اثبات بشه که هیچ چی نیستی. به خدای من جونم به یه نفس بنده. این همه اون نمرود اولدرون بلدرون میکرد، الان علم میکنم بل میکنم، یه پشه رفت تو دماغش انداختش با این کشتش. بابا تو یه پشه هم بند نیستی، چی میگی؟ تو نیم بندم نیستی. از همون جایی که مدعی میزندت، از همون جایی که تدبیر میکنی میزندت. این همه بچه کش موسی، یه بچه رو نکش، خودش بزرگ کرد، خرج خورد و خوراک و تحصیلات و همه چیز همین فرعون داد، زد کشتش. این همه تدبیر کرد، تمام بچه‌هایی را که به دنیا میان نمیدونم سال فرد و زوج کرد و یه دیر کشت، یه دیر همون بچه که فکرش هم نمیکنه. میخواد بگه بابا یا مقلب القلوب، میگه بابا قلباتون دست منه. میگه نمیدید به موسی میفرماد که بابا ما محبت تو دل فرعون انداختیم وقتی بغلت کرد، اون وحشی، اون آدمکش، اون جنایتکار، اون بابای هرچی داعشیه. میگه یه محبت انداختیم یه لحظه دلت برگشت. دلها دست اوست. حضرت موسی میخواد دعا بکنه، میخواد بره مردم حرف بزنه، میگه خدا من کاری نیستم ها. ببین رب اشرح لی صدری، خدایا تو کمکم کن بتونم تحملم بره بالا. میخواد بره کار هدایت، کار فرهنگی انجام بده دیگه. میگه کار فرهنگی واقعا صبوری میخواد. فوش میشنوی، مسخرت میکنن، باید بری با یه جایی اصلا توف تو صورتت میندازن، بازم به خاطر خدا باید بری جلو. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، کارمو تو آسون کن، من که کاری نیستم. و احلل عقدة من لسانی، گره زبانم رو بگوش، یفقهوا قولی، دلاشون هم تازه آماده کن که حرف منو گوش کنن. من که چیزی ندارم. هر کی به همین رسید به همه جا رسیده. من بارها گفتم، میگم بابا اگه من و شما جا پیغمبر بودیم، جا رسول گرامی اسلام بودیم، وحی بهمون نازل میشد، بهمون میفرمودن که قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست، قطعا من و شما میگفتیم هو الله احد. به ما گفته بگو خدا یکتاست، خب بگوش که با منه، باشه خدا یکتاست، هو الله احد. حتی حضرت خودشو در این حد که بابا از من خواسته شده بگم ندید. الان یه نفر توی کوچه بخواد رد بشه، سر خیابون داره رد میشه، میگه که عجب سخنرانی داره میکنه این بلنگو. میگه بلنگو رو واسطه میبینه، یا رایفی پور داره سخنرانی میکنه. چقدر احمقانه است اگه یه نفر برگرده بگه آقا عجب بلنگو دیدی، بلنگو عجب سخنرانی کرد، بلنگو دیدی چه گافی داد تو سخنرانیش، بلنگو دیدی بد سخنرانی کرد، خوب سخنرانی، هر چیزی. میگه نه آقا که واسطه است. اگر من و شما خودمون رو بیشتر از همین سیم میکروفون دیدیم، دوچار وهم شدیم ناخالصی، این باید حذف شیم. چنان پیامبر خودش رو ندید، چنان ندید که دقیقاً بازتاب خدا تو هستی شد. مثلا صدای خدا میشنیدن، جلوه خدا میدیدن، این میشه بنده. حالا امشب ما میبینیم همچین شبایی از خدا کلی خواسته داریم. خب خدا این کارو برام انجام بده زودتر و سریع، تا آخر سال این اتفاق باید بیفته برای من. ددلاین هم میذاریم برای خدا، تایم مشخص میکنیم، به جمع نه همچین میزنه تو پک و پوزمون که نفهمم کجا خوردیم. وقت که برای من تعیین نمیکنی که من اصلا اومدم بهت بفهمونم که تو نمیفهمی. تا موقعی که تو این توهم هستی که میفهمی و بود دور دنبال بازیت، هی مشکلات پشت سر مشکلات تو زندگی طرف زیادتر میشه. چرا؟ چون میخواد بهش بفهمونه بابا اینی که درگیرش اشتباهه. ما درگیری چیز بی خودیم. آیا بچه کوچولی باید بهش غذا بدی، غذا ندی خوب رشد نمیکنه، نگرانشه به عنوان پدر و مادر. تا بچه دار نشید نمیفهمید خدا بودن یعنی چی، نمیفهمید خدا باهاتون چیکار کرده. بعد این بچه درگیری اسباب بازی شده، هی بهش میگه پسرم دخترم بیا غذا تو بخور، داره بازی میکنه. پسرم دخترم بیا غذا تو بخور، داره بازی میکنه. چیکار میکنی؟ اسباب بازی ازش میگیری. گریه زاری را میندازی یا نه؟ میندازه. میگه بیا غذا تو بخور، بعدا میری بازی میکنی، حالیش نمیشه. دقیقاً خدا داره همین کارو با ما میکنه. اسباب بازی رو ازمون میگیره، میگه بابا انقدر درگیر این ماشینه نشو، انقدر درگیر مال دنیا نشو، ازت میگیره. به نقص من الاموال و انفس، جوع، غذا، گشنگی، سلامتی.
هر کسی رو تصور کردید که درگیر واسطه ها شدید، خدا اونو قطعا از شما میگیره. سنت الهیه. یعنی شما بری بگی که آقا اگه فلان دکتر نمی بود من درست خوب نمی شدم. پناه بر خدا از این شرک مسجل. دکتر کیه؟ دکتر وسیله است. خدا اراده کرد به واسطه آقای دکتر فلانی تو رو شفا بده. حال نمی کرد، شفا نمیده. میتوانست به واسطه دکتر بهمانی تو رو شفا بده. از سمت دیگه هم این نیستش که دیگه ما واسطه ها رو بی ارزش بدونیم. ما نه، ما میگیم که امام صادق میفرماد، به ما یاد میدن، میگن اینجوری بگید خدای شکرت که به واسطه این به من این خیر رو رسوندی. یعنی هر اتفاقی تو هستی باید بیفته، ما رو باید یاد خدا بندازیم. هر چی شد، آقا عجب پدر مادر خوبی خدای در مسیر زندگی برده، عجب همسر خوبی، خدای تو لطف کردی این تاکسی الان این ساعت رسید، زل آفتاب وایساده بودم ها. همه اینا الطاف توست. حالا چی میشه اینجا؟ خب بلا تشبیه خود بذار جا خدا. میگه خب من که هدفم این بود این بنده من متوجه چی؟ من باشه. خب که متوجه من هست، بیشتر بهش بدید. دقیقاً طرف به واسطه یک نعمتی خدا بهش داده بوده، منعم و شناخته، فهمیده نعمت رسون اصلی خداست، واسطه رسیدن نعمت هم قدردانی کرده. آقا دست شما درد نکنه، خیلی دم شما هم گرم. این آدمو بیشترش میکنه. لا این شکرتم لا ازیدنکم. اصلا خدا زبانم لال عقده نیست که بخواد اذیت کنه بی خود. ما خود به ما کسبت اید الناس، ما خودمون اذیت میکنیم. اون بچه که بهش میگه اسباب بازی بذار کنار، بیا غذا تو بخور، وقتی میونه حرف گوش میکنه 2 تا اسباب بازی بهش میدی، چون میدونی اون اسباب بازی مانع غذا خوردنش نمیشه. فقر ما دست خود ماست. ما خودمون فقیر و بدبخت کردیم. اینو من بارها گفتم، خیلی از این مدعا های اهل بیت وضعشون خوب میشه. نه الزاما فکر کنید چون پاکت فلانو میگن، نه، 90-95% اولا مدعا ها تو هیئت خودشون میخونن. کسی که تو هیئت خودش میخونه که خودش که پاکت نمیگیره. یه تعداد خاصی هم هستن که پاکتشون سنگینه، مثلا میصرفه بگیریش ببرشون این ور اون ور بیاریشون. عمده این اتفاق میاد چه؟ به خاطر که اینا یک رابطه عاطفی عجیب غریب با اهل بیت برقرار میکنن. الان خصوص با ابو عبدالله، هر خیری تو زندگیشون بهشون میرسه میای هدیه آقام امام حسین بود. همین اعتقاد میگه بیشتر بهش بدید. این فهمیده این هر اتفاقی میفته نمیگه آقا خودم رفتم این کارو کردم، اصلا میگه آقا لطف کرد فلان شد، خدا لطف کرد اینطور شد، این بعد بر من و شما جا بیفته. مشکل ما اینه، ما تعیین میکنیم اولا که چی خوبه چی بده. اول تو همینش که کلی مشکل داریم. کی گفته هر چیزی بده؟ یک روزی پدر و مادر تصمیم میگیرن بچه سرماخورده رو با شربت عسل خوبش کنن، میگن عسل آنتی بیوتیک داره براش خوبه مثلا. یه موقع از تصمیم میگیرن با یه داروی تلخی. بعضی از این روش‌های تربیتی خدا به ما سخت میاد. اما آیا اطمینان داریم به خدا؟ مطمئنه شده این نفسمون؟ نه. یه جایی میخوایم دست خدا فرار کنیم که تو دعاها به ما یاد دادن، میگن ولا یمکن الفرار من حکومتک، اصلا نمیشه در رفت دستشا. این توهم هم بیاد بیرون، بندشی. حتی برای این شیطون هم دعا یادمون دادن. اونه که یه خورده بنده شیطونی ان، دوست دارن یه خورده حالا زیرابی برن. امام کاظم علیه السلام یاد داده، میگه اللهم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب، و به من رزق برسون از اونجایی که به فکرم میرسه، و من حیث لا احتسب، از اونجایی هم که به فکرم نمیرسه. اینجا یه نکته است که خدای همون جایی هم که به فکرم میرسه باز تویی داری میرسونی. مثلا هدف اینه، تو خدایا تو نباید یادم بیاد. ما از یاد ما همینه، انک ترزق من تشاء بغیر حساب، چون تویی که رزق میرسونی به هر کی بخوای. این باید بیفته. نکته دوم، تمام دعاها برآورده میشه. اصلا از او ارحم الراحمینی خدا، از رزاق بودن خدا، از بخشندگی خدا به دوره. کسی چیزی ازش بخواد نده. منتها ما رابطه علی و معلولی رو نمیدونیم. مثلا میگیم که خدایا این زخم دستم خوب شه،
نمیدونیم چی عامل به وجود اومدن این زخمه. خیلی وقتا خدا اونو از بین میبره، از ریشه ماجرا رو حل میکنه. منتها ما چشم دنیابین فقط همینو میبینه، هیچ حالیش نمیشه. علتها رو خدا خیلی وقتا تغییر میده که ماها نمیدونیم. یه مثال ساده میزنم. فکر کن همین امروز صبح، مثلا فردا صبح میخوای خونه بری بیرون، خدا نیاره برای بندهش، از خونه بری بیرون، یهویی با ماشین میزنی به یه بچه سوار دوچرخه است، مثلا یه جوونی داره با دوچرخه، خب میفته اونجا، زنگ میزنه آمبولانس بیاد، اون زنگ میزنه به خانواده‌اش، اونا زنگ میزنن به باباش، بابای مثلا سر کار بوده، شیفت بوده، میدوه میاد اینجا، چون میاد یه کاریو نمیتونه انجام بده، مادره میخواسته بره خونه خاله نرفته، اون دکتره رو کشوندن از خونش سریع بیاد پای این شکسته عملش بکنه، چون اونجا نرفته فلان مهمونی رو نتونستن برن. من یه بعد چی؟ به خاطر اینکه این کار نکرد زن دکتره با دکتر دعوا شد، بعد قهر کرد، بلند شد رفت خونه باباش. من یه تصادف کردم. خب تو همینو میبینی فقط، خدا خوبم کن. بابا تو 100,000 نفر این ور اون ور کردی، همینجوری دومینویی داره میره، اونوراشو نمیبینی. ما حکمت‌ها رو تشخیص نمیدیم. پسره میشینه یا دختره میشینه، خدایا منو به فلانی برسون. خب این اگه زن تو بشه یعنی زن یکی دیگه نباید بشه، چون زن اون نشده اون میره یه زن دیگه میگیره، اگه این اونو نمیگیره با زن یکی دیگه میشد. تو فکر کنم 1,000,000 ازدواج این ور اون ور میخوای بکنی؟ چون ما خودبینیم، خود رأییم، خود خواهیم، فقط خودمون رو میبینیم، خیلی هم پرروییم. همین ماهایی که مدعی هم هستیم همه پرروتر. ما بلند شیم بریم حرم امام رضا، همین ماه رمضان خلوت دیگه، مسافر کمه، همین ماه رمضان شم، آخ جون آقا حرم انقدر خلوت بود، چیو دید؟ خودشو دید که من راحت برسم به ذریح. این به این فکر نکرد که اون حرم اگه شلوغ باشه چقدر دعا، چقدر نیایش، چقدر خیر، چقدر برکت، چقدر اثر رسانه‌ای. الان چقدر به شلوغی اربعین مینازیم، اما میبینی خودمونو میخوایم. یعنی همون کسی که امام حسینی ها، همون کسی که امام رضایی هم موقع خودم فقط. آقا بیرون چیزه میگن کفشه که بیرون مونده بارون اومده همه خیس شده، میدوه میره چون کفش من خیس نشد، یعنی گور بابای بقیه. این فقط خودشو دید. ما دعا میکنیم فقط خودمون، 100 جای دیگه خبر نداریم. شعیب رفت خونه دختر اولیش، نشست و یه صبونه خورد و مثلا چای گذاشتن، مثلا امروزش بکنی میخواد پذیرایی کردن از پدر جان برای ما دعا کن، میشه برامون دعا کنی که شوهرم کوزه‌گره، این 2-3 روز بارون نیاد، کوزار گذاشتن رو پشتمون زد زودتر خوش بشه، خدای بارون نباره این 2 روز. اون رفت خونه دختر کوچه پایینی، دختر دومیش، بابا جان یه پذیرایی کردم، اونم مثلا یه استکان چای گذاشتن، بابا جان دعایی میکنید چیه؟ این شوهر ما که میدونه دیگه الان وقت برداشت محصولش، آفتاب این چند روز خیلی زیاد شده، یه بارونی بذارین اینا نسوزه خراب نشه. خب خدای بارون بباره؟ اینه که در تضاده که ما فقط خودمون رو میبینیم. آقا ما کوزه‌گریم بارون نباره، آقا ما کشاورزیم بارون بباره. اینا متوجه نیستیم مثلا حکمت خدا رو. این فرق میکنه با اون بنده‌ای که راضی به رضای الهی، میدونه اون خدا خیرشو میخواد. ما به خدا سوء تفاهم داریم، اصلا باور نداریم خیر ما رو میخواد، فکر میکنیم دشمنمونه، نشسته فقط میخواد علیهمون کار کنه. پناه بر خدا. اگر ما حرف مفت میزنیم از این که ارحم الراحمین میخونیم خدا رو، الرحمن الرحیم میخونیم خدا رو، در لفظ در قلب چیز دیگه باور داریم. خدایی که مهربون ترینه، بهترین وکیله، همه کاراتو بسپر بهش. میدونم خیرمو میخواد، وقتی خیرمو میخواد الان تشخیص داده شربت آبلیمو عسل بهم بدن، الان تشخیص داده یه داروی تلخ بهم بدن، عیبی نداره، خیرمو میخواد. برای همین بزرگان میگفتن غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. اصلا نه این که به مرحله میرسن اصلا اونو غم نمیبینن. این همون ورزشکار خستگی عضلانی رو ازش لذت هم میبره.
پرسیدن دختر علی دید خدا باهاتون چیکار کرد؟ حضرت پاسخ داد ما رأیت الا جمیلا، نه که خوبی دیدم، جز خوبی ندیدم، جز خیر ندیدم. بعد این اتفاق عظیم بشری که فقط کافی بود قرآن 100 سال دیرتر نازل میشد، یعنی بعد از امام حسین نازل میشد تا شما باید میدیدید که نصف قرآن مدح ابا عبدالله و ماجرای کربلا بود. وقتی شما میبینید ماجرای اسماعیل و حضرت ابراهیم اینطور میاره، یک مهاجرت بنی اسرائیل رو 1/6 قرآن خدا بهش اختصاص میده، شما شکوه کربلا رو میخواستید چی بگی؟ خدا چی کار میکرد؟ کما که همین الان آیاتی داریم در موردش، تعویلا البته. اینقدر خود را چیزی ندیدن که وقتی پیکر مطهر ابا عبدالله رو میاره روی دست، حضرت زینب میفرماد خدا این کمو از ما قبول کنیم، قربانی ناچیز پناه بر خدا. من نمیتونم بگم این لفظو، حضرت زینب داره میگه قلیل القربان. ما که کاری نکردیم خدا. خب اگه اتفاقی افتاده خودت توفیق دادی، خدای ممنونتم که من این واسطه خیر شدم. همین. چقدر لطف داشتی که من واسطه خیر شدم. بینتون الخیر فی ما وقع، اصلا هر اتفاقی بیفته خیر در اوست. ما اینا رو تشخیص نمیدیم. برای همین آیه میگه بابا عسا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم، بابا خیلی چیزا از شما کراهت دارید همون واسهتون خوبه. عسا ان تحبوا شیئا، بعضی موقع همچین خوشحاله در یه چیزی، فهو شر لکم، قشنگم براتون بده، خبرم نداری چه بلایی داره سرت میاد. آقا امام سجاد میفرماد دعای مؤمن یکی از سه فایده را دارد، یا برای او ذخیره میگردد، یا در دنیا برآورده میشود، یا بلایی را که میخواست به او برسد از بین میگردد. یعنی امکان نداره، شما فکر نکنید برآورده میشه دعات، به سه شکل جلوه میکنه. یا همون بهت میدن که ما همینو دوست داریم فقط، یا ذخیره میکنن اخرویشو بهت میدن با اسکنتش، با سودش علل حساب و با نهایت دقت، یا هم این که بلایی میخواسته سرت بیاد برطرف میشه. صبح میخوای از خونه بری بیرون، و یه بار همین مثال قشنگی بزنم، همینجا برنامه داشتیم، محرم بود دیگه، انقدر شلوغ میشد جواب موتور میومدیم دیگه، دوستان دیده بودن دیگه، این اتوبان امام علی بسته میشد دیگه، گفتیم با موتور بیایم. آقا با موتور رسیدیم، دوستی که ما رو آورد حی و حاضره، آقا جلو چش ما این افسر گذاشته بودن اونجا، این دری میذارن واسه این خط ویژه، جلو چش ما چند تا موتور رو راه داد. ما رسیدیم اصلا کلا کاسکت هم مادش مثلا ما رو نشناخت، به ما که رسید یه قفلی زد نمیشه. بابا بچه رو اونا رو راه دادی؟ گفتم نمیخوام شما راه بدم، همینی که هست. این بابا چرا اذیت میکنی؟ بابا برنامه‌ای میخوام بریم هیئت، برو اینا نمیذاره. عجبه این چه اینجوری میکنه. من به دلم افتاد گفتم بزن کلا کاسکتو بدم بالا، شاید ما رو بشناسه مثلا راه بده. اصلا انگار یکی اون گفت نه، نمیدونم چرا این کار نکردم، دیرم میرسیدیم اینجا، این همه حق الناس گردن میافتاد، برای منم مهمه منتها نکردیم. آقا اومدیم ما یه 5 دقیقه 10 دقیقه هم اون روز دیر رسیدیم. اون شب مراسم تموم شد، چند وقت بعدش ما قم برنامه داشتیم میرفتیم صحبت همیشه، گفتیم تا رسیدیم اونجا هم اتوبان اول، گفتم آقا همینجا افسره بود نامرد نذاش ما بریم. بعد یه برگشت دوستی که آگاه بود گفتش که از اینجا می‌خواستی بری؟ گفتم گاهی میرفتی تا قم باید میرفتی. گفتم یعنی چی؟ گفت این اصلا خروجی دیگه نداره. گفتم عجب، ما برای 10 دقیقه دیر رفتن می‌خواستیم خودمون بریزیم تو نیم ساعت دیر رفتن. آقا دلها دست اوست، یا مقلب القلوب. اصلا قلب میدونی چه اسمش قلبه؟ برای اینکه منقلب میشه، مگه از حالی به حال دیگه تقدیر میکنه. ما اینا نمیفهم. هر از شنگایی تو زندگی خدا کاری میکنه حکمت بعضی چیزا به اون اثبات بشه که بنده مؤمنش حکیمانه نگاه کنه، بگه آها اون خیلی جام هست به من اثبات نمیشه. خبر نداره طرف. آقا یه بلایی سرش میاد، ماشینه میزنه مثلا میشکنه، یه بلای شیشه، چی شد فلان شد، نمیدونم یه بلایی خورده به همون، متوجه نیستیم. پس در درجه اول اصلا ما حکمت خیلی چیزا رو نمیدونیم. خوبه این یه همچین شبایی مثل یه تیکه چوب تو دریا،
خودمون بسپریم به جریان الهی که اتفاق خوب برای ما رقم بخور. امام صادق علیه السلام میفرماد روز قیامت خداوند متعال میفرماید ای بنده من، تو مرا خواندی و من اجابتت را به تأخیر انداختم، اکنون ثواب و پاداش تو چنین و چنان است. گفت اینو بهم خواستی بهت ندادم دیگه، همون حالت ظاهریش که خودت دوست داشتی بهت ندادم، باش عوضش اینه، پس انداز شده برات این. میگه میفرماد پس مؤمن آرزو میکنه که کاش هیچ دعایی از او در دنیا اجابت نمیشد. وقتی نتیجه پس اندازشو میبینه میگه خدا کاش هیچی تو دنیا پس اجابتش. فلذا نتیجه تا میتونید از خدا بخواید، تا میتونید دعا کنید، دائم دعا کنید، صبح با میشه تا شب از خدا چیز بخواید. حالا یا میده تو همین دنیا یا نده برات پس انداز میشه. چرا این اتفاق میفته؟ همین اتفاق که تو دائم از خدا چیز بخوای، یعنی دائم خدا تو ذهنت باشه، دائم یه خدای بالا سر خودت ببینی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، نفس المطمئنه. حالا شایسته برگشتنی، موقع برگشتن هم کیف میکنی، اصلا اذیت نمیشی. کیا اذیت میشن؟ اونا که گیر ماشین و خونه و زن و بچه و بالا و پایین این دنیا. این موقع رفتن این روحش نمیتونه تمرکزشو و توجه خودش از رو ماشین برداره، جون میکنه. و الا برای مؤمن جان دادن، امیرالمومنین فرمود از میل نوزاد به پستان مادرش بیشتر. ما حکایت اون جنین در رحم مادریم که جفت دستی چسبیدیم به بند ناف، میگیم همه خیر و برکت به واسطه بند ناف به ما میرسه، ما نمیخوایم بریم، گریه زاری هم را میندازیم. دقیقاً برای راحت شدن و وارد دنیای جدید شدن، دویدن، شنیدن، دیدن، چشیدن. محیط رحم کجا؟ دنیا کجا؟ این زمین با همه گستردگی و زیباییاش کجا؟ باید این بشه که بند ناف پارش. وقتی طرف چسبیده جفت دستی به بند ناف هیچ اتفاق نمیفته. از این منه باید راحت شیم. امشب باید بفهمیم، عرضم رو جمع بکنم، امشب باید بفهمیم که ما جز از خود خدا برای خودمون هیچی نبینیم. یعنی فقط خودشو ببینیم. بیا من که کسی نیم. آخه من خدای من از تو چی بخوام وقتی نمیفهمم چی به خیرمه چی به صلاحمه؟ من تو قدرت تشخیص ندارم. شما به بچه کوچولی الان مثلا عیدیاشو جمع کرده سال عید نوروز تموم شده، مثلا هر چقدر عیدی شده بهش بگی میگه همه عیدیام بده برم شکلات بخرم. ما این همون بچه ایم. خود ما چه میفهم مثلا چی برام خوبه چی بده؟ من خودم میسپارم به تو. من امسال بنده یه بحثی رو مطرح کردم تو احیای نیمه شعبان، حتما گوش کنید، به عنوان امام آحاد جامعه، امام زمانی که امام تک تک ماست و برای تک تکمون برنامه داره و کأنه روی هستی جز من و امام زمانم کسی دیگه ای نیست و او مأمور است برای هدایت من و اتمام کردن حجت برای من. دیدی خیلی وقتا میخوای گناهی کنی جور نمیشه. حالا اینو خواستم بگم، تمام این اراده الهی به واسطه امام زمان اتفاق میفته. تمام این محاسبات که گفتم تا کجا چه جوری میشه، تا اگه این خواسته داشته باشه یکی دیگه زندگیش چطور میشه، تمام کل شیء احصیناه فی امام مبین، همش کف دست امام زمان. شب قدر اینا مقدر میشه. مؤمن زندگیش باید صعودی باشه، رو به بالا باشه. اگر خطی باشه ضرر کرده، رو به پایین باشه که بیچاره است. میگه کسی روز امروزش از دیروزش بهتر نباشه ضرر کرده. امام صادق میفرماد، خیلی شده ائمه دیگه هم فرمودن. حالا نگاه کن، اگر یه مؤمن شیبش نزولی بود به سمت پایین داشت میومد چی؟ امیر مومنان علی علیه السلام روایت داریم آقا جون، میخواد بهتون بر بخوره میخواد نخوره. شاید خیلی اینا بحث کاربردی دارم براتون، اصلا بهتون گفتم چجوری پولدار شید، همینا رو گفتم دیگه. چیکار کنید نعمتتون زیاد بشه؟ امیر مومنان میفرماد خدا مرگ اونو زودتر برسونه. اون شب قدر مقدر میشه که همون سال مرگش باشه. این آدم دیگه موندنش به صرفه واسش نیست، همون بهتر مرگش برسه.
حالا فهمیدید چرا تو روایت میفرمان که کسایی که به گناه میمیرن بیشترن کسایی که به آجال میمیرن، یعنی به مرگ طبیعی؟ برای مؤمنین گناه کوتاه کننده عمره. حالا نقطه مقابلش میشه چی؟ مستحبات. کسی که مستحب یعنی طلب حب، استحباب باب استفعال یعنی به زور چیزی رو آوردن، طلب حب از خدا میکنه، چیزی که خدا ازش نخواسته بیشترشو داره انجام میده، این داره کارشو زندگیشو بهتر میکنه. احیای 19 انتخاب رشته بود، امشب حذف و اضافه است. 23 قطعی میشه. روایت داریم، حالا من امروزیش کردم. یاد بگیریم این شبا متوجه خود حضرت باشیم. من چون 23 باید اینو بگم اما به دردتون دیگه نمیخوره، امشب میخوام بگم چجوری دعا کنیم. روایت داریم فردا پس فردا براتون میگم، پس فردا شب گوش کنید. میگه 1 گناه مانع اجابت دعا میشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا. یه سری گناه ها کریم نمیذاره دعا مستجاب شه. اول از اونها استغفار بطلب. 2 یه سری حق الناسا نمیذاره. یه جای بلای سر یه نفر آوردی نفرینش پشتته، بسته است راه. چیکار کنم؟ شروع کن به احقاق حق برای حق الناس. یعنی چی؟ از همین امشب شروع کن بگو این همین 100 تا صلواتی دارم میفرستم، ثوابش برسه به اون کسایی که چی؟ حق گردن من دارن. حالا خدا در اسرع وقتم اقدام میکنم در اسرع وقتم اقدام میکنم. این برای شروع حسن نیتتون نشون. راهکار من به شما میگم. اول اینکه باید گناهامون پاک شه. چه راهی بهتر از اشک ریختن بر ابا عبدالله؟ من سریعتر، بهتر، وسیعتر، عمیق‌تر سراغ ندارم. 2 صدقه بدید. یه صدقه کنار بگذارید برای رفع بلایا. 3 حق الناس رو شروع کنید احقاق حق کردن. 4 دعاتون رو بین 2 تا دعای مستجاب قرار بدید. خدا انقدر بزرگه، کرمش این نیست اول دعا رو قبول کنه آخر دعا رو هم قبول کنه وسطش رو قبول نکنه. برای همین میگن دعا رو بین 2 تا چی بذارید؟ آیه صلوات بفرستید. درست شد؟ و این مجربه ها، اینی که دارم خدمتتون میگم تجربه شده است. یه بنده خدا میگه انجام دادم، بعد این صدقه رو یادش رفت بده و همینجور سر سفره یهویی زبونم رفت زیر دندونم، یه خونریزی زیاد و شدیدی هم کرد. گفتم خب اون صدقه رو ندیدی دیگه، یه بلای بس سرت بیاد وقتی کاری که کردی. خب میگه صدقه دفع بلا میکنه. بابا این دین ما فرمول داره. چجوری رانندگی من و شما فرمول داره؟ چجوری یه کارت زدن تو آبربانک پول گرفتن فرمول داره؟ دینداری فرمول نداره. برعکس بهترین فرمولا رو هم به ما یاد دادن. اشک برای ابا عبدالله، توسل به اهل بیت. امشب شما یک دست جام باده و یک دست زلف یار و رقصی میانه میدانم آرزو، یه دست به قرآنه، به کتاب کلمونزه، یه دستت هم چی؟ به علی به علی به علی. داری نام اهل بیت رو میبری، ثقلین رو میای وسط واسطه قرار میدی، اشک ریختی، استغفار کردی از گناهات. بعد میگه تقدیرم رو بنویس. منتها امشب گفتم چجوری بخواید دیگه. او خدا من که کاری نیستم. آقا جان امام زمان که کاری نیستم. شما تشخیص میدید چی خوبه چی بده. اصلا بی ادبی من به شما بگم چی به من بده چی نده. این طور بخوای. و من اگه باشم من بی سواد خودمو میگم با کسی که من خودشو میخوام. اگه خودم خود آقا رو بخواد که او دوای همه درد هاست، خودشو بخوایم و واقعا ظهور آقا رو مد نظر قرار بدیم که میفرماد همین که ظهور میکنه دستی رو سرا میکشه و عقول آدما کامل میشه. اصلا یه دعواها، تنشها، مشکلها، همه چی میاد پایین کنه. یه خورده جمعی بخوایم یه چیز رو. انشالله خداوند
هیچ کسی رو از این جمع دست خالی بر نگردونه. خیلی ها التماس دعا گفتن، خیلی ها. همین پس بر روز بود من رفتم عیادت آقای شورجه، کارگردان عزیز و شریف کشورمون. ایشون بعد از مرحوم آقای سلحشور که کار حضرت موسی رو دست گرفت، خود آقای سلحشور که تا پروژه حضرت موسی رو شروع کرد سرطان گرفت، از دنیا رفت. مشکوکم بود، حالا من نمیخوایم بحثو باز بکنیم، میدونن داستان‌هایی از ماجرای از کسی بهشون عطری زد تو صورتشو. بعد آقای شورجه شروع کرد کارو دست گرفت، ایشون هم سکته کرد. این صهیونیست‌ها ظاهرا نگرانی دارن از ساخت این سریال و اینکه درست تعریف، چون جهان اسلامی سریالایی که ما میسازیم متوجه تاثیر بر مثل سریال حضرت یوسف چه تأثیری گذاشت. رفتم ایشون هم التماس دعا داشتن، لا به صورت ویژه اسم بردم، خیلی التماس دعا داشتن. خود یه روایت داریم که هر کسی برای بنده مؤمن دیگه دعا بکنه خدا به خودش هم میده. میگه نگاه کن این بنده من ایثار داره و ما با دهانی که گناه نکردیم دعامون مستجاب میشه. ما با دهان کسی دیگه که برای خودمون دعا، برای همدیگه دعا کن، چه میشناسیم چه نمیشناسیم. میگه آقا محب امیرالمومنینه، بس همین کافی است. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات بفرمایید.